اردو تمرین دیله. بسم الله الرحمن الرحیم. انصاف علی هدایت هستم و برنامه 170 مهندسی جهل رو به لطف الله تبارک و تعالی آغاز می کنم. در این جلسه هم تلاش خواهم کرد با یک کتاب دیگر ترکی آشنا بشم. امروز با یک دوستی از اروپا حدود 1 ساعتی حداقل بحث کردیم در مورد مهندسی جهل. ایشون هم به نکات جالبی رسیده بود و جالب هستش بحث بشه در اون موارد هم، گرچه تأکید ایشون بر جزئیات بود، بر برگه های درخت نه در تنه درخت. بحثی که ما در اینجا انجام میدیم بر روی تنه درخته، حتی زیربنای ریشه های درخته. ایشون به برگ ها مثلا میگفت که چرا فارس ها به جای مثلا کویر میگن که دشت، صحرا، یا به جای اینکه بگن مثلا ملت ها انقلاب کردن یا عصیان کردن یا شورش کردن میگه که ناآرامی. خب خیلی از لغات اینجوریه دیگه. میدونی که هر دولتی و سیاستمداری کلمات رو انتخاب میکنه و تحمیل میکنه به خواننده یا بیننده یا شنونده، به مخاطب تحمیل میکنه نظر خودش رو در قالب کلمات. لازم نیستش که حتما نظرش رو به طور مستقیم به ما القا بکنه، بلکه به طور غیر مستقیم میگه که آقا مثلا عرب ها، گروه های تروریست عربی در خوزستان. برای چی؟ برای اینکه با این کلمه میخواد بگه که خودشو مشروعیت ببخشه، سرکوب رو، قتل رو، اعدام رو، کشتار رو سرکوب ببخشه، مشروعیت ببخشه. ولی اگر بیاد بگه که عرب ها شورشیان عرب اهوازی، اون وقت تبدیل میشه اینها برای چی شورش کردن. وقتی تروریست میگه از زاویه قدرت، خودش دارای قدرته و میدونیم که قدرت و ثروت، این دو پایه اداره و کنترل مغز و انسان ها هستش. مغز انسان ها هستش، رفتار انسان ها هستش. انسان ها با این 2 عامل شما میتونید در ذهن 90% انسان ها اون چیزی رو که میخواید ایجاد بکنید. اگه پول داشته باشید و قدرت داشته باشید و اگر اون جامعه از شما بترسه یا اینکه تحت کنترل شما باشه به نوعی، شما میتونید اونجا رو اداره بکنید و اونها مثل شما بیان، یا نه اینکه مثل شما بیانشن، بلکه اونجوری که شما میخواهید اونها رو کانالیزه بکنید که اونجوری بیاندیشن و اونجوری عمل بکنن، رفتار بکنن و عکس العمل نشان بدهند. و این بخشی از مهندسی جهله. یعنی ما جاهل هستیم که این کلمات چه شکلی به کار برده میشه، با چه هدفی به کار برده میشه، ولی اون مهندسانی که این رو مهندسی کردن اونا میدونن که در پس هر کلمه‌ای که در هر جمله‌ای به کار برده میشه یک اهداف سیاسی و اهداف مبنی بر قدرت خوابیده، حفظ قدرت، تعادل خوابیده و اینکه دیگران رو سرکوب بکنه و خودش رو قدرتمند و غیر قابل مقاومت در مقابل خودش نشون بده، دیگران رو بهش القا بکنه که شما نمیتونید در مقابل من مقاومت بکنید. به هر حال بحث بسیار جالب و بسیار بلندی بود که به خود کتاب‌هایی که ما امروز هم اینجا داریم در این برنامه دارم معرفی میکنم هم کشید که به نظر من مفید بود. خب برگردیم دوباره به کتاب‌هایی که هفته‌های گذشته دانلود کردیم و ببینیم که چه چیزایی هستش. در مکنون رو فکر می‌کنم در جلسه قبلی خوندیم، گفتیم که این در مکنون 260 صفحه هستش و احمد بیجان یا بیچان این کتاب رو نوشته و کتاب رو ما خوندیم. با خط بسیار زیبایی نوشته شده و در بسیاری از مسائل در اون زمانی که این کتاب نوشته شده
اظهار نظر کرده و گفته که خب من چیزی در علم وجود نداره که در این کتاب نیاورده باشم. نعت الرسول کتابی که امروز میخوایم بخونیم در مورد خود حضرت رسول پیغمبر گرامی دین اسلام هستش که در مورد اون نوشته شده. کتاب رو اول کوچیک میکنیم تا در صفحه جا بگیره و بتونیم دوستانی که از طریق یوتیوب میتونن این رو ببینن خواهند دید که کتاب چه شکلی هستش. کتاب با یک جلد چرمی سیاه رنگی بوده که در اثر مرور زمان و در تماس با دست انسان‌ها رنگش تقریبا از بین رفته. وسط حاشیه کتاب یه حاشیه داشته که حالا اون هم تقریبا رنگش پریده، عبارت بوده از فرو رفتگی ها و برجستگی ها، و در وسط کتاب هم یه حالتی حالا لوزی نیست ولی یه چیزی شبیه اون با گل هایی که فقط دو رنگ داره، سیاه و قهوه‌ای میتونیم بگیم، در وسط هستش که بیشتر هم فکر میکنم بر اثر مثلا پرس انجام گرفته، نه پرس های امروزی، این پرس هایی که در قبل قدیم ها وجود داشته. بعد کتاب رو که باز میکنه صفحه اول میبینیم شیرازه کتاب پاره شده، جایی که کتاب پشتش به هم میچسبه اون قسمت کتاب پاره شده و کتاب آسیب میبینیم که آسیب جدی دیده، صفحه ها بسیار انگار که مثلا از کارخانه دودکشی و اینا بیرون اومده. صفحات بعدی رو که باز میکنیم دوباره همون وضعیت رو میبینیم و پوسیدگی کتاب در حاشیه هاش رو میتونیم ببینیم. در این صفحه اینجا حالا و صفحه هست یا این بالا نوشته که 500 صفحه هستش، در هر صفحه 5 صفحه 4 صفحه 6 صفحه بعد خالی هستش، جا برای نوشتن نظرات کسایی که کتاب رو میخوان بخونن گذاشته شده. همونطور که نگاه میکنید برگ ها، تیغه لبه بر متنی که نوشته شده بهتر دیده میشه، ولی در اینجا یک متن رو در صفحه حالا فرض بکنیم 2 نوشته، یه متنی رو در حاشیه نوشته بوده که حالا یکی این رو به عمد تلاش کرده پاک بکنه، حالا با آب دهن بوده، با یه پارچه یا با انگشتش تلاش کرده پاک بکنه که به کتاب، به کاغذ کتاب هم آسیب رسیده و همچنین هم متن و همون حاشیه دیگه قابل خوندن نیست بخشی از اونها. کتاب با خط بسیار زیبایی نوشته شده که منی که در زبان ترکی و اون هم در زبان در ترکی دست نویس نه در ترکی چاپی بی سواد مطلق هستم، احتمالا بتونم این کتاب رو 99% مطالب این کتاب رو بخونم، الا اگر لغات تخصصی باشه و من در هیچ تصور ذهنی و صوتی یا صدایی ازش در ذهنم نداشته باشم، اون یه چیزی دیگریه که نتونم بخونم، که اون به بیسوادی من و اینکه ما به زبان ترکی در ایران حتی در خانه هامون در کوچه و خیابان به زبان ترکی تخصصی صحبت نمی کنیم و اون زبان عامی روزمره‌ای که بسیار کوچیکه، اگر زبان ترکی رو به عنوان یه اقیانوس فرض بکنیم، در خونه ها و خیابان ها و محل کار ما احتمالاً با یه اندازه نیم استکان از این زبان استفاده میکنیم، بقیهش در روزمره استفاده نمیشه، برای اینکه زبان روزمره نیست، زبان فکر، زبان فلسفه است، زبان دین، زبان احساسات، زبان شعر و ادبیات، زبان موسیقی هست، زبان تکنولوژی هست، زبان پزشکی هست، داروسازی هست، بیماری هست، درد هست، شادی هست، غم هست، عشق هست، نمیدونم ستاره شناسی هست، همه چیز اینها زبانه. و ما در زبان روزانه ترکی اگر فرض بکنیم که زبان ترکی 1 میلیون کلمه داشته باشه، روزانه حداکثر کلماتی که در گفتارهای ما به کار برده میشه حدود 300 تاست. ما در نه تنها این، شما اگر 300 کلمه انگلیسی خوب بلد باشید میتونید کتاب بنویسید، کتاب کودکان بنویسید حداقل. در نتیجه زبان ترکی مثلا در روستاها احتمالاً به 400-500 تا برسه،
مدارس چون وجود نداره. در شهرها از این هم کمتره. یعنی در شهرها ممکنه با 300 کلمه ما کلا جمع بکنیم، بگیم که آقا با چه کلماتی صحبت میکنیم. در خانه ها، در خانواده ها با 300 کلمه حدوداً، با 320 کلمه اینا ما روز تا شب و شب تا روز زندگی میکنیم. اگر یه افرادی واقعا مایل باشن ببینن که ما یه کار تحقیقی میشه انجام داد، من پیشنهاد میکنم دوستانی که مایل هستن بشینن کلماتی که در روز به زبان میاد و تکرار میشه، من، سن، بو، او، جل، جت، otur, dur, ye, iç, bak, yandır, söndür, ne bileyim, min, düş, bağla, at, sula. حالا اگه su دیگه فکر نمی کنم سلا یو، تمیزله، تمیز که حالا بذارم عربیه. اگر اینها رو که ممکنه در روز 10 بار ترجمه بشه، اسامی رو هم کاری نداریم، حالا حسن، جعفر، کاظم، محمد، بابک، رستم، اینا رو هم کاری نداریم باش. اگر کلمات ترکی رو که تکرار میشن، تکرارهاشو بذاریم کنار، در کل چند تا کلمه به کار برده میشه. اینو دوستان میتونن، هر کسی در خانواده خودش بررسی بکنه، بنویسه که امروز مثلا ما چه کلماتی رو به کار بردیم. مادرم، پدرم، پدرم بزرگم، مادر بزرگم، اینها در زندگیمون چند تا کلمه به کار بردیم. اون وقت میفهمن که زبان ترکی زبان شفاهی یا گفتاری که در خانواده ها و اجتماع رواج داره متاسفانه اقل لغات است، ولی لغات که در رشته های تخصصی و در مدارس و دانشگاه ها آموزش داده میشه خیلی عالیه. من یک زمانی که در تبریز بودم و میخواستم با رادیوهای ترکی همکاری بکنم، مثل آزادlık رادیوسو یا بعضی رادیوهای دیگر در جاهای مختلف خبر میدادم، مثلا از دوستان میخواستم برای من لغتها رو به ترکی بگن. مثلا میگفت آقا به من 2 روز فرصت، آقا خبر نیم ساعت دیگه باید بره رو آنتن، چطور من 2 روز فرصت بدم به شما که بره از لغتنامه در بیاره؟ مثلا در حال چیه مثلا کارهای خبری، خب شما در مورد گل و گیاه خبر دارید، ورزش خبر دارید، سیاست خبر دارید، حقوق خبر دارید، قاچاق خبر دارید، بانک خبر دارید، بورس خبر دارید، نمیدونم قتل خبر دارید، طلاق خبر دارید، زد و خورد خبر دارید، تصادفات جاده‌ای خبر دارید، انواع تکنولوژی ها و صنایع در مورد هر کدوم اینها یه زبانی داره. اینها دیگه مربوط به زبان روزانه ما نیست، اینها زبان تخصصیه. حالا این کتاب ها به ما، این کتابایی که داریم میخونیم ما رو از اون مهندسی جهلی که ایجاد کردن و زبان ما رو هر روز کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر محدود به خانه و بعد اینو تو خونه هم ما از طریق رادیو، تلویزیون و روزنامه و کتاب و مجله و فیلم و سینما و سریال و CD و اینها، اینترنت و اینها، زبان فارسی و انگلیسی و بقیه زبان‌ها هی اینو زبان ترکی ما رو کوچکتر و کوچکتر میکنن و براش فضا وجود نداره، در حال مرگه. این زبان ترکی نیست. زبان ترکی اون چیزیه که به صورت علمی و تخصصی در رشته‌های مختلف تخصصی آموزش داده بشه و در میان متخصصان رایج بشه، نه در میان عامه مردم. عامه مردم مثلا پزشکی رو نمیتونن با تخصصی صحبت بکنن. خب ولی مثلا میره من qarnım sancılanıbdı. Burada bir sızıltı var. Burada bir çarpıntı var. یعنی اون چیزهایی که تخصصی میره به حس میکنه، میره به دکتر میگه و میفهمه. ولی من فرض بکنید اینجا میخوام برم به انگلیسی، میخوام مثلا بگم که آقا اینجوری درد حس میکنم، 100 تا جمله رو کنار هم میذارم که بگم اون چیه، آخرش هم نمیفهمه. خود من این اتفاق برام افتاده بود دیگه. مثلا من بعد از اون قضیه تصادف ماشین با تو جاده، خب فکر میکردم که مغزم در داخل این جمجمه 2 طبقه هست. یه طبقه خود مغزه
و بالاش یه آسمانیه که پر از ابر سفید، که اون ابر به این مغز فشار میاره و این مغز درد میکنه. من هر شکلی نمیتونستم اینو بهشون بگم، اما اگه ترکی بود به راحتی میگفتم که آقا beynimdə bulutlar çoxdur. Bunun da içində hərdən bir ildırım şaxır, amma beynimin ortasından şaxır gedir üstə. O gelir o bulutların içində partlayır və onun ağrısında mən ağlamaq tutur. Döhdürdə bilərdim mən nə deyirəm. من چی میگم. اما بیا اینو مثلا به زبان انگلیسی که زبان تو نیست، زبانیه که میخوای یاد بگیری، حالا هر چقدرم یاد بگیری نمیتونی مثل یک انگلیسی فکر بکنی و جمله بندی بکنی و احساساتت بیان بکنی، برای اینکه زبان احساسات تو نیست، زبان مادری تو نیست. خب از این بگذاریم. کتاب رو داشتیم میگفتیم این کتاب زیباییه برای اینکه من میتونم بخونم، باهاش ارتباط عاطفی، فکری برقرار بکنم، احساساتی برقرار بکنم، حتی اخلاقی و رفتاری باش برقرار بکنم. بعضی وقتا دیدید که میگم من اینو مثلا این کارو انجام نمیدم، مثلا این یعنی اینکه من یه رفتاری رو تحت تاثیر این کتاب میخوام یه رفتاری رو انجام بدم یا نه. کتاب رو دارید میبینید من یه مقدار سرعت ورق زدن کتاب رو بیشتر میکنم. خیلی جاها این کتاب خیلی آسیب دیده اطرافش یا پاک کردن، ولی خب روی هم رفته این کتاب بهتر مونده و میشه ازش استفاده کرد. حالا من تلاش میکنم یه مقدار سرعتش رو بازم بیشتر میکنم برای اینکه این 500 صفحه هست و اینجا من یک کلمه دیدم که خیلی جالب نوشته شده بود. اینجاست، نگاه کنید، این خط کشیده، احتمالا این خود کلمه نیست، بالای یک کلمه یه جمله خط کشیده و این رو اینجا هم همینطور بله خط کشیده. اینا خطن که از خطکش یا از کتاب پشت کتاب هم برای کشیدن خط استفاده نکرده. اینجا خط عوض میشه. نگاه کنید دوستان، اگر دقت بکنید از اینجا به بعد خطی که تا اینجا نوشته شده بود یهو عوض میشه، قلم درشت‌تر میشه و نوع خط تقریبا همونه ولی قلم عوض میشه. یه چند صفحه به همین شکل ادامه پیدا میکنه و بعد دوباره خط عوض میشه. نگاه کنید اینجا با یه خط دیگری روبرو هستیم که یک نفر دیگری با یه خط دیگری نوشته، دوباره برمیگرده و یه خط دیگری یا همون خط اولیه میشه، دوباره هی تغییر، از اینجا به بعد تغییر میکنه. ظاهرا انگار که دو نفر بودن یا یه نفر در حالتهای مختلف روحی روانی کتاب رو می نوشته. برای نوشتن کتاب باید شما دائما در یک حالت روانی ثابت بمونید، وگرنه اگر احساسات شما در اثر دعوای درون خانواده، مشکلات مالی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اینها بالا و پایین بشه، در نوشتن شما هم تأثیر میذاره. از اینجا به بعد دوباره کتاب خیلی فرق میکنه. حالا اینجا وقف رو نوشته و از اینجا به بعد انگار با یک کتاب جدیدی روبرو هستیم. خطش متفاوت، کاملا خط متفاوت شد. از اینجا به بعد همون کتابه ولی حالا بذار ببینیم این صفحه. بله اینجا هم یکی دو تا صفحه گم شده احتمالا. بله اینجا گفته 151 اگر اشتباه نکنم، اینجا 150، اینجا 151 و اینجا 154، یعنی وسط و اینجا 155. نه این 153 گم نشده، پس گم نشده. اینجا خط کاملا عوض شده، برعکس کتاب‌های قبلی که دوباره اینجا خط عوض شد. واو، خیلی این کتاب دستخوش احساسات میشه و حالا اینجا ما با کلماتی مواجه هستیم که ها رو خیلی، یعنی انگار که این مثلا شمشیر رو برداشتن این وسط صفحه رو هی زدن و پاره کردن. این انگار که عصبانی بوده مثلا. دستخط کتاب خیلی تغییر میکنه، یا انسان‌های مختلفی نوشتن یا عرض کردم که به خاطر مسائل روحی روانی که این نویسنده داشته، هر روز سر کار میرفته تا بنویسه، اون روز دوباره اینجا نگاه کنید مثلا این رسم خطی که اینجا وجود داره با این خطی که اینجا وجود داره خیلی متفاوته. نگاه کنید
و اینجا دوباره خیلی متفاوته، خیلی متفاوته این خطها نوشتن و اینجا دوباره خیلی متفاوت اون خطهای قبلی هستش. بخشی از این احتمالا مربوط به نگاه کنید دوباره اینجا ما با یه خط دیگری روبرو میشیم که هم نوع قلم و هم واو خیلی خیلی متفاوت شد، خیلی. یعنی این کتاب مجموعه از خط هاست، خطها خطوط بسیار زیادی که در اینجا وجود داره. خب حالا بعد آخرش میایم اینجا یه تاریخایی رو میبینم، ولی آخر کتاب بذارید همینجا الان بخونیم ببینیم این کتاب رو میتونیم. اینجا کتاب ناقص مونده. اینجا میبینید که یه کلمه الاول گذاشته، یعنی صفحه بعد مطالبش با کلمه الاول شروع میشه. این رو اینجا هم نگاه کنید، واریسه، این واریسه اینجا هست و در صفحه بعد بالا واریسه بیر آغردن یا بیر آغوزدن، بیرلریندن لبیک دیوب. بله بیر آغوزدن، همگی از یک دهان یعنی برابر. بیرلریندن لبیک دیوب. حالا این ادامه اونجوریه، یعنی میخوام بگم که اینجا یه تعدادی از صفحات این کتاب از آخر از بین رفته و اینجا ببینیم چی میگه. حالا اگه بتونیم اینجا رو بخونیم خیلی چیزه. عربستان اردی نه نمیتونم بخونم، خیلی چیزه. عزیز تاریخی یوم چهارشنبه ساعت 9. من حالا اینجوری دارم میخونم. یوم چهارشنبه ساعت 9 و اپورتمدف آیه چیه اینجا رو نمیتونم بخونم. تاریخ سنه 750 اینجا یه 706 رو میتونم بکنم، یه دونم اینجا یه چیزی از 70 و چند اینجا هستش. رومی تاریخ تاریخ رومیش اینه. احتمالاً نمیدونم اینجا اگر اینو 75 حساب بکنیم بگیم 1000 یا 750 حساب بکنیم 1750 باشه مسیحی. حالا اینجا متاسفانه یوم چهارشنبه ساعت 2 و اویور تمیه گو مبانه شنبه و بقیهش دیگه خونده نمیشه متاسفانه. بذار ببینیم پایینم یه تاریخی دیدم. کریمه اسماعیل بلا افندینین کریمه محترمون یانسان خانمı 5 تاریخی 25 جمادی البته روی نوشته بعد شده جمادی آخر 1481. این نمیتونه باشه برای اینکه هنوز به اینجا 40 سال دیگه مونده، حدوداً 30 و چند سال دیگه مونده که برسیم به این تاریخ. این نمیتونه اون باشه. دوباره اینجا یه تاریخ دیگه 280 اینا چی هستش؟ الا که بگیم البته این عربی اینجا نوشته، این نمیتونه. میخواستم بگم این شاید مربوط به چیز باشه. این هم اون نویسنده نیستش که کتاب رو نوشته، این یه کسیه که این کتاب رو یا خریده یا هر چیزی مربوط به اون هستش. حالا بریم ببینیم اصل کتاب، این کتاب اصلا موضوعش چیه، در مورد چی هستش و اینها. خب این کتاب دست نویسه هست، قدیمی هست و العلم علمانی، علم الابدانی ثم علم الادیان، جهان تاسونه معجونی حیاتی. حالا چی هست نمیتونم بخونم. چرت مایه عمری همانه یخ درمان. نتونستم بخونم. واقعیتش این دستخطی که روی جلد داخل جلد نوشته خیلی چیز هستش. Bu kitabın فرسته düzdüm okuyanda asan ola.
bu kitabı ben farsına düzdüm. Yani çi? Oquyanda asan ola. Olar ki yazı ben روز قیامتdə ya yarayan روز قیامتdə sahibi kitabətə bana sınaqına qiblə kimi Nur Hüseyni Əsfiya Muhammed Mustafa و علی آله و محبه. خب اینم دوباره اون کسی که این کتاب رو خریده و حالا فصلها رو که اینجا میبینیم. فصل فی بیان تعلیف کتاب، این رو صفحه 2 هستش. میریم حالا ببینیم که این برای اینکه کتاب رو تعلیف بکنه چی کار کرده، چه دلیلی برای آورده که کتاب رو میخواد بنویسه. بسم الله الرحمن الرحیم. حق تعالی حضرتنا حمد بقیاس و سپاس و رسولنا صلوات بیعد و سلام بقیاس den sonra سلام بقیاسden sonra bilinel ve agah olagıl ki tüm meşiyet subhani ve iradet yazdani bu خاک حقیر ناتوانی یعنی اسیر نامیل شهپیرزاده، یعنی اسیری نامیل، اسمش حالا احتمالا اسیری بوده، نامیل شهیر زاده کبیر، این اسمش اینه اسیری، اسمش اسیری نامیل شهیر، مشهور به اسیری، زاده کبیر، پدرش هم کبیر بوده، اسمش کبیر بوده، اسم خودش اسیری بوده که مشهور بوده به زاده کبیر، یا به اسیری مشهور بوده ولی زاده کبیر. یعنی قضا و قدرین جلغه قیوب elden ile salup ve belalar mühtenneler ile kul eyleyüp satıp akıbet kari hasn و حسین qızıl ihsaride vətən bağlayıb و مکان tutup تمکن eyledi. حالا خودشو داره میگه که من رفتم تو قزل حصار و امامت etti. حالا اونجا رفته امام شده. و خلق ile مواصلت edip ülfet tutti. Çünkü mücaliset ve musahibat mümted ve muterrelat ya mutevvelat ve musadgat minnet oldu. Ya minnet oldu رو این چیه مسند oldu. Günlerden bir gün, günlerden, حالا این له هستش بس، günlerden bir gün ببینیم چی شده. اخوان صفادن bir یار صادق و خلاق و خلدن وفادن برا نسب bir انسب. خب خیلی این ادبیات با عربی قاطیه. اخوان صفادن bir یار صادق و خلدن وفادن bir انسب موافق محبت ان باطله و مجلس mülazefede söze gelip etti ki Muhammediyye demek ma'ruf ve meşhur kitap ki kim na'at Resulü'de bir بحر بیکران و دریای عمان ابتدای عالمden ingiraz Adem'e erkin her ne ki geldi ve gelecektir ve oldu ve olacaktır tahrir olunup takrir kalemin kılmaqdır. Takrir
qılmaqdır və bəyan qılınıb təsvir olunmadır. Tərvir olunmadır. Olunmadı ehtimalen منفی yani. Təqrir qılınmadır və bəyan qılınıb təsvir olunmadır. Nəziri gözləri görüb və mislin qulaqlar eşitmiş değildir. منفی شد. فکر کنم بالا هم منفی بود اون فعل ها. حالا اینجا منفی رو کاملا مشخص کرد. تقدیر qılınmadır və bəyan qılınıb təsvir olunmadır. Nəziri gözlər görüb və mislin qulaqlar eşitmiş değildir. Elfazi dürr semin və cevher maanisi قند شیرین مکرتردür. حالا اینجا مکرتردür مکرتردür. حالا این چیه؟ این چی بتونیم بخونیم؟ فاما بحر حروف تهجی üzrə olmağın qiyafiyələri təng olub biz zərurə ادای مراد üçün غامز لغات və muğlaq ibaratı götürülüb غامز لغات və muğallaq ibarat götürülüb ol cəhətdən. Hatta اینجا یه چیزی بوده پاک شده. ol cəhətdən افهام و متام قلوب استمام مشکل اینجا دوباره رفته کلمه بقیهش و متأثر بلکه ممتنع و متعذردر. نولا اگر خلاف مرسوم، اینجا دوباره باز چند کلمه احتمالا یک کلمه حداقل در این سه چهار جمله هر کدوم یکی دو کلمه از بین رفته و مناقص عادت اول نظمن نصر ادب روشن عبارات ile و مشهور لغات ile ادا گلدم و تعبیر ترد و مرام eylesin sair nesr hikayat gibi okunup dinlenip tekellüfsüz biline ve anlanmak. Anlana yani anlana beşe fahmid. Anlana havassa ve avame faidesi tamam olsa ve okundukça sen dahi adın yad olmağa sebep olurdu. Senin dahi adın yad olmağa sebep olurdu ve senden sonra adın ol yad ile baqi qalurdu deyib تشویق ile تحریض ایلدی. حالا یه آدمی رفته یه مجلسی، اونجا یه بحث شده، یکی داره بهش هی میگه که یه چنین کتابی وجود داره که اسمش چی بود؟ محمدیه بوده فکر کنم، که حالا کتاب سختی محمدیه. بله یه کتابی هست به نام محمدیه که در مورد نعت حضرت رسول هستش. یکی باید این رو که خیلی سخته و اینها بنویسه، ساده بنویسه که همه بتونن بخونن. اگرم تو این کار رو بکنی اسمت در تاریخ میمونه. و رغبت gösterdi. پس ol صدیق صافی و خلیل وافینün sözün terd etmeye mecal bulmayıp ve uluların altaf setrine itimat edip altaf setabrine itimat edip kusur ve acz ile ikdam olundu ve ihtimam kılındı ve bir münasip tuttukça ya bir münasip tuttukça müteber kitaplardan muhtasar nesayih ve muciz mevaiz ve müfid hikayat hatm olundu. Hakkı Teala'ya hezar şükür ve minnet ki آخر yetişti ve ihtimam buldi. حالا این کتاب رو تموم کرده، اومده مقدمه نوشته و اقیانlardan و dinleyenlerden
مرجوم توقعdır. Mercu ve mutevekki'dir ki sahvin büldüklerinde damen mürüvvetle setr eydeler. Setr پوشیدن. یه پارچه یه چیزی میکشن روی یه چیزی سترش میکنن. استتار هم از این کلمه است دیگه، یعنی یه پارچه یه چیزی میکشن روی یه چیزی اون دیده نمیشه. حالا ستر edeler ve hatasın ıslah eyleyeler ta ki kematarin tadaün misli muktezasınca. حالا اینجا یه چیزی نوشتی که فکر کردم مثلا با حکما، ولی این دیگه نمیدونم. و خطاسن اصلاح ایلیالر تا که کما ترینه تدا این مثلی مکتزاسنجن. حالا اینجا احتمالاً عربیه. کما ترید تدا این، نمیدونم این چی هست. این کما باید باشه حتما. کما ترین اور تریز تدائن مثلی مکتزاسینجا حق و جل و علو دخی آنلره لطف اشلیه رسول اللهın yüzü Resul Allah'ın yüzü suyuna cemi peygamber rahmet ede günahlarımızı bağışlaya. آمین یا معین علیه التوکل و ایاه نستعین. آغاز کتاب بلونه و آگاه olgul ki azelde yerler ve gökler yok idi. Azelde, azalin ezelinde yerler ve gökler yok idi. Dağlar ve deyeler, ay ve gün ve yıldızlar yaratılmamışlardı. Denizler ve sular varmakları yok idi. Ocaklar, varmaklar yani cereyan داشتن آب و اینها. denizler ve sular varmakları yani جریان‌های آب در دریا و حالا روها و اینها yok idi. Ucalar, kuşlar ve yürür hayvanatlar. Ucar kuşlar ya uçar kuşlar ve yürür hayvanlar yürür. Yine ki rah revende هستن. Uçar kuşlar ve yürür hayvanlar ve bil cümle canlı cinsinden canlı. حالا اینجا یه الف هست مثل به تبعیت از عربی. وقتی جانلو رو و اینجا جمع بسته این آدم به عربی مسلط بوده قطعا. در عربی وقتی جمع میبندن مردها رو مذکرها رو همینجوری دیگه عادت میکنه آدم که وقتی به این واو آخر میرسه که جمع ببنده یه الف هم آخرش اضافه میکنه. این جمعه. در اینجا هم همین کار این آدم کرده. جانلو رو جمع عربی بسته. ما در جانلو در ترکی یا حتی فارسی وقتی جمع میبندیم دیگه الف آخر نداره که خونده هم نمیشه در عربی. فقط علامت جمعه. یکی از علائم جمع اون الف آخر هستش که خونده نمیشه. اینجا اومده گفته که جمله جانلو، این به سبک عربی جمع بسته. cümle canlı cinsinden ve cansız cemaatiden hiç nesne yoktu ve bir fermud mevcud değildi ya bir اینجا فرمود چرا bir فرمور نمیدونم این کلمه چجوری باید بخونیم. بیر فرمور یعنی چی؟ موجود değildi. همان ancak حق تعالی جد و علا var idi. فقط الله خودش وجود داشت دیگه. و وجود محض و عین مطلق idi.
zatine sıfatı sabit idi. Zat-ı paki bir gizlü cenz idi. Dedi ki biline و ظاهر اولا. خدا اینو گفت، الله اینو گفت که biline و ظاهر اولا. پس حقایق اشیا cem'i iktiza ve istid'a edip ettiler ki nece bir gizlükla ve zeker giderek ve zikr giderek zahir ve aşkare olavuz. Pes mevcudatın hakikatleri Hakkı Teala'dan ve vücud istediler. Pes esma-i Allah cem'i zat cem'i zat yani ism Allah Hazretine verip bu mahlukatı vücuda getirmek için söylediler. İsm Allah dahi Hakkı Teala'ya münacat edip etti. Cemi esrar sana malumdur. Senden gizli nesne yoktur. Hakaik senden vücudi isterlerdi. Pes Hazret Zat Hakkı Celle Celaluhu ve Amme Nevaluhu etti ki ben ol zat pakam ki cemi eşyadan müstegniyim. Hiç nesneye ihtiyacım yoktur. Cemi alem mevcud olsa benim izzetimde ve celalimde ve azametimde bir nesne ziyade olmaz. Ve eğer cemi alem ma'dum olsa yine izzetimden ve ululuğumdan hiçbir nesne eskilmez. Alemin varlığının bana faide yok ve yokluğundan bana ziyan yok. İzzetim ve celalüm ve kibriyam zerre kadar nüksan olmaz. Ama çünkü hakaik iktiza eyledi pes her hakikat niye قابل ایسا نه قابل ایسا her قابلیته göre esmadan vücuda bulunsunlar dedi. Pes ol emriden mevcud olup vücud hılgat gibi vücud halvetin cin iki cihan fahri Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem nuri idi ve onun hakikati idi. Hakkı Teala cemi eşyadan evvel onun nurin yarattı ve cemi alemi onun yüzünden yarattı. حالا دیگه از اینجا به بعد دیگه وارد یه بحث‌های دیگری میشه که بریم ببینیم تو صفحه 44 دقیقه است چه تقریبا تو اینجا هستیم. من از هر 50 صفحه PDF یک صفحه رو میخونم، فقط با زبان کتاب و با نوع خطی که در اونجا هستش آشنا بشیم. این صفحه 50 ببینید که تو این صفحه 50 چه خبره. پس آدم اول سویه گردی غسل ایلدی bu nobar benip cemiye göresende olan göresende olan کیرو پس gitti. ها ببخشید اینو باید یه مقدار از اول بخونیم تا این درست فهمیده بشه، برای اینکه مربوط به صفحه بعدی قبلی هستش. حالا فلزا قبول قلدی. پس جبرئیل علیه السلام etti یا آدم dur yugarul که حق تعالی hicabları gedirdi berdاشت برد. Göklerin kapısı açıldı. Göklerin kapısı açıldı ve alemlere rahmet seçildi. Ya saçıldı, saçılmak یه چیزی که مثلا پرت میکنیم به یه چیز میشه ولی آویزون میشه، به این میگن saçılmak. یا مثلا این تیر فلان میندازیم میره به یه چیزی فرو میره اونجا میمونه، این میشه saçılmak.
البته اینجا açıldı بیشتر به نظر میاد. Kapısı açıldı ve alemlere rahmet saçıldı ya saçıldı hemen. Dedi pes Cebrail kanadın bere ürdü, yere ürdü. Su çıktı. Yere vurdu انگار مثلا بالش رو زد به زمین و آب اومد. یره اردی سو çıktı و چشمه آقدی خده نیست گاف چشمه آقدی که گوگوسی مکه'den gerçek idi. شاید هم این مکه نیستش، من دارم مکه'den البته گوگوسی مکه'den gerçek idi، küçük idi. احتمالاً گوگوسی احتمالاً گوخیب مثلا باشه، نمیدونم این چی هست، بی سوادی من ببخشید. پس آدم اول suya girdi، غسل ایلدی. غسل یه چیزی که به ما گفتن ملاها به این معنی نیست در اسلام. غسل در اسلام به معنی شستنه. شما وقتی میرید حمام بکنید خودتون غسل میکنید، ولی اگه نیت بکنید، من این مثلا نیت میکنم که خودم رو بشورم برای رضای الله، برم به مردم خدمت بکنم، برم نون در بیارم، برم نون حلال در بیارم، برم سر مردم کلاه بذارم، این نیتتون اون هست دیگه، اون ربطی به چیز نداره. خودتون میشورید، خودتون میشورید که مثلا میرید وضو میگیرید، یعنی که الان تو چیز ایران وضو میگن، میرید غسل میکنید، وضو میکنید که برید مثلا نماز بخونید، برید یه کار خوب انجام بدید، خیلی عالی. چرا که نه؟ نیتتون خودتون آماده میکنید برای کار، مقدماتی میسازید که ذهنتون دقیقا متوجه قضیه بشه. غسل ایلدی bu nobar binip cemi küresinde kir و pas gitti. کیر و پاس. کیر در زبان ترکی به معنی چرک روی تن هست. پاس که میدونیم الان به فارسی هم احتمالاً رفته یا نرفته نمیدونم، به معنی زنگار. آهن زنگ میزنه، این زنگ زدن آهن همون پاسه. هر فلزی که اکسیده بشه بهش میگن پاس، و هر چیزی که روش چرک و کثافت باشه بهش میگن کیر. همین واژه کیر رفته فارسی به اسم آلت مردانه شده، به معنی یه چیز اضافه هست، خارج از بدن انسان، یه چیزی خارج بیرونه، مثل یه چیز زایدیه که انگار که باید مثلا یه روزی از بین بره، انگار باید بشوری تمیز بشه، که معمولا هم باید بشوری تمیز بشه. گتی وقتی که این رفت رو چیز غسل کرد، خودشو شست تو اون آبی که جبرائیل زد خودش شد، بیر نوبار بنوب، یعنی نوبار شد برای اولین بار. نوبر میوهی که اول میرسه نوبرانه میگن تو فارسی هم همونه، نوبار. نوبار یعنی درختان، قبلا گفتیم در زبان ترکی نمیگن میوه داد، میگن باروار. این رفته تو فارسی نوبر، نوبار. در تبریز یه حمامی هم به نام نوبار حمام. فرارجش ایدی یا گرامش ایدی. باشتن ایاغه آغردی سفید. میگه که پاک oldu günahiden. قرارمش ابدی باشتن قرارمش ایدی، سیاه شده بود. باشتن ایاغه آغردی، گناهدان قرارمش ایدی، به خاطر گناه سیاه شده بود. باشتن ایاغه آغردی، از سر تا پا سفید شد. آغاردی سفید شد، پاک شد. اینجا به معنی سفید نیست، به معنی پاک شدنه. آغاردی cennetten iki sendus gaftan, cennetten iki sendus gaftan getirdiler.
از جنت 2 تا لباسی که از سندوس ساخته شده بود آوردن. کافتن حالا نمیدونم چه نوع کتا، احتمالاً همین لباسی باشه که تو سریال های ترکیه شاه‌ها از رو میپوشن، اون چیزی که میپوشن از بالا تا پایین مثل عبا هست ولی چیزه، اون احتمالاً کافگان اون هم باشه. Gətirdilər. Adəm geydirdilər. Adəm geydirdilər. Sənasın gəlməcə abadənə çıxıb zərbanlar gitti. حالا اینجا یه چیزایی نوشته که من دیگه Sənasın gülhaneci abadinə çıxıb zərbanlar getdi. Pes Hakkı Teala Mikail'i gönderdi. Havva anaya mütevelli cennette hülleler edip ana dahi giydirdiler. حالا برای اینم یه لباسایی دادن. اینم میکائیل اومد پیشه Havva ana. Havva bu haberi eşidip şad oldu. Daim Adem'i anardi. آتار اینجا با کاف رو نون بخونیم، آناردی، یعنی هی به خاطرش می آورد، ذکر خیر می کرد آدم رو. باشه بدنینه گان آغلردی. باش بدنینه گان آغلردی. این گریه می کرد، خون گریه می کرد. Gözünün yaşları dizine düşüp در مرجان olurdu. این اشکاش، قطره‌های اشکش میافتاد روی زانوهاش و به در مرجان تبدیل میشد. خیلی چیز میکنه دیگه، تشبیه میسازه، خیلی تشبیه‌های زیبایی میسازه. اغراق این به معنی نیستش که واقعا اشک، حالا مثلا یکی هم، مثلا شما یکی رو دوست داشته باشید، عاشقش باشید و در فراق اون گریه بکنید، حالا به خبر برسه به اون که یارتون به خاطر تو، به یاد تو گریه میکرد و اشکش میریخت و اینا، مثلا از اینجا قلب میخورد میریخت روی زمین یا فلان، این دیگه واقعا فکر کنه چه در و مرجان هم گرانتره دیگه، واقعیتش اینه. Baş bedenine kan ağlardı, gözünün yaşları denize düşüp dizine, deniz elbette این باشه، denize düşüp یا dizine düşüp، نه dizine نیستش، همین deniz باشه، denize düşüp درجمردان به دریا می افتاد، denize düşüp در مرجان olurdu. Adem'in ferakinde به غیر kan olur. Bağrı kan olurdu. Çünkü Hakkı Teala Adem'in tövbesini kabul edip ona rahmet ettikten istediği canı söndü. İstediği canı söndü ve yüzü güldü. Ama visaline müntezir oldu. Acaba Adem'e ne vakit bu üstem diyor. او این چیه؟ این کلمه چی میتونه باشه؟ لوتم، احتمالا لوتم به معنی لخت. عجب آدمه ne vakt bu lütem diyor, gözü yollarda gözlerdi. Bu tarafta dahi yalnızlıkta canına geçmişti ve zar sergerdan olmuştu. Mehnet denizlerinden gərq olup cenneti andığı vakt bağrı odlara yanıp nece yanmasın ki görükmeden ayrıldı. Görükmeden ihtimalen ayrıldı ve nenin gibi belleden düştü. Belinden ve nenen gibi belinden düştü. Fende kendi
حالا این فندو کندی و دیاری همین چی کیه؟ این قضیه چیه؟ گنده کندی و دیاری گنده قلدی. این گنده احتمالاً یه لغتی که نمیدونم چیه. گنده کندی و دیاری خودش و دیارش گنده قلدی، یعنی احتمالاً در دور. احتمالاً این به معنی گنده چی هستش؟ ددی تاجی نره واردی. این گنگی خیلی تکرار میشه دیگه، نخونم چون نفهمیدم چی. بریم صفحه 100 پی دی اف ببینیم که 100 پی دی اف چه خبر هست. خط اینجا خیلی و فقیرleri yoldaş ve kıldaş etel onlar dilinle dure ve onun ve otura. Onların dilinle dure ve otura ve her daim yem rızami talep eder. هم دایم احتمالاً این یم همه رزامی طلب اده و خشممدن گچه و خلگه گشپه üzlet eyliye. احتمالاً گشولمeye و خلگه گشولمeye. این لام مثل یه دندانه هستش. خشمدن گچه و خلگه گشولمeye üzlet eyliye. خلگله باش canmeye çatmaya şaya. خلگله باش çatmaya و benim غضبیندم. بالا هم همون دائم benim رزامی. اون اینجا با این کلمه متوجه میشم که اون ناقص نمیشه. benim رزامی طلب اده و خشمimden گچه و خلگله garışmaya üzlet eyleye halgile baş canım baş çatmaya ve benim gazabimden korkup günahların geçe daim günahlardan geçe daim benim zikrime meşgul ola. Gözünden acı yaş döke. Gözünden acı yaş döke ve سبح تحلیله و تسبیح تحلیله ایلیه. پروانه gibi benim eşkim odine yana ve vade sin gerçek öyle. حالا اینجا دوباره این کلمه رو نمیدونم. وعده gerçek ola ve ahdin vefa eyliye ve ahdin vefa eyliye. Gögli pak ola bagri yufuk. ufak دوستان به معنی نازک. یفوق یعنی نازک، دلش نازک باشه. بغری یفوق اوله. تاش gibi قاطی olmayan، مثل سنگ سخت نباشه. قاطی به معنی سخت. قاطی ده مثلا میگیم قاطق. این شیریه که قاطی شده دیگه، سخت شده. شیر رو شما یه کاری بهش میکنید که دیگه این شیر نمیشه، اسمش قاطق میشه. قاطق یعنی سخت. این شیر حالت سختی به خودش گرفته، قاطق شده. قاطق. اینجا هم میگه که داش gibi قاطی olmayan، سخت نباشه مثل سنگ. و ayrı sözler ve yoğun خوراد olmayan. yoğun خبرات olmayan. این یعنی چی؟ و yoğun خوراد olmayan. yumuşak sözlü ola. این خوراد نمیدونم چی میشه. yoğun خورار olmayan. این چی خویراره یا خویراده نمیدونم. خوی یعنی اخلاق. خوی، کلمه خوی هم احتمالا از همین کلمه گرفته، یعنی خوب، چیز خوب. یوغون خویراد
yoğun یعنی کلفت، زمخت، خوی زمخت نداشته باشه. yoğun خویراد اولمیه. احتمالاً راد یه کلمه‌ایه که مثلا میاد تشبیه میسازه، صفت میسازه. خویراد یعنی خویلو. اولمیه. yumuşak sözlü ola. yumuşak یعنی نرم، ملایم، حرف سخنانش ملایم باشه، نرم باشه. گفتش که yoğun olmuyor دیگه. شما ما یه چیز داریم بریم توماراماخ، یعنی ناز کردن. مثلا دست میکشی به سر و شونه و اینا، میگی این توماراماخ هستش، به معنی یک نوع نوازش. خشوع ده، ولی این خشوع که میاد این دیگه اون نمیشه، نمیدونم این چی میشه. تومارنده خشوع ده یعنی gözleye. Yabana bakmaya. Yaban بیگانه. Yabana bakmaya. Secde ki versen gözde. حالا این چی هستش؟ süpürdeki bir sen gözde ve gönle her taraf bakıca Hakkı Teala'yı teveccüh eder. Yani gözüyle yabana bakmaya. Secdedeki gibi ne neymiş? Yersen gözde ve gönülle her tarafa bakmaya Hakkı Teala teveccüh eder. Farz namazları asla fut eylemeye. Şu eylü işlere, eylü yani خوب. Şu eylü işlere rağbet ede ve kimseye tekebbürlük eylemeye. Alçaklık eyleye. Alçaklık yani fruteni. Alçaklık eyleye. Benim azabımdan korka ve cehennemden خوف eyleye. Ve benim dostlarımı seve ve salih güllerimden ayrılmaya ya ayrılmaya. Bu dediğim sıfatlar ve beyan ettiğim huylar her kimde var ise benim abid kulum ve beni dedikçe oldur. حالا این کلمه رو خط زده، خود نویسنده روش خط کشیده که این اضافیه. پس میشه benim abid kulum oldur. Eğer bu hallere ondan yok ise ol abid değildir ve beni sevmez. حالا اینجا یه کلمه نوشته که ben احتمالا من de sürtedin kimse böyle olmak da gerektir. حالا دیگه بقیه‌شو بذاریم بمونه. بریم صفحه 150. اینجا احتمالا یه مقدار بهتر نوشته شده. وجودum mahvoldu. Senin eşkün havasına düştüm. Havasına همون havas. Havasına hava احتمال میدم یه کلمه ترکی باشه هوا که رفته به فارسی. هوس هم احتمالا اصلا هوا ساخته شده. هوس و هوا از یک کلمه ساخته شده. havasına düştüm. Yerde kimin odlarına rükûsümüzden odlar yanar ve gözümden yaşlar agar ve başıma topraklar saçarın ve elimde hemen yel ve var medet eyle. İnayet kıl. Ayaktan düştüm elim tut. Gözümden perde götür bana cemalın göster ki hakkın cemalın yüzünden göreyen yani göreyim inciri göreyen. Ey azizler benim sözlerim acep size eser eder mi? Yüreğiniz açar mı? Ve gözleriniz
yaşardermi? Gözleriniz yaşardermi? Yoksa yoğrunuz diletürmi? Yoksa yavrunuz diletürmi? Geni bir eşke düşmüş gönül, geni bir ayrılık ödüte odine ateş, odine yanmış ciger geti birdür. دلو حالا دوباره باز اینجا مثل عربی نوشته، دلو یه الف اضافه هم گذاشته، دلو عاشقینه آنا derdüm diyem ayrılık halin ana şerh eyliyem. Bir derdlü aşıgına ana derdüm diyem ayrılık halin ana şerh eyliyem. Şerhe olup parelenmiş بغرمدن ابیان ایلیم. اینجا دوباره یه الف اضافه گذاشته، بیان ایلیم. بغرمدن بیان ایلیم، ابیان نوشته اینجا. انگار به نظر این الف خیلی تکرار میشه. Gönlümün şoğun ve iştiyakın söyleyem dilber derdinden nece yanmış göğünemiştür bir kimseler ki aşıktır maşuqi illerine gitmek isterler ve sevdiği memleketlerine varmağa qasd ederler. Benden eşitsinler ki ol yola gitmeye ne gerektir ve ne, hala اینجا ve ne asl azık gerektir ve ne asl azık gerektir ve cehle yarak gerektir. Bas biline ol bula ki o bula giden kişi gerektir ki marifet şarabın içe ki meşrebi safi ola. İlm ve marifet olmayınca ol yola cedilmez ve gadasi dahi can gadasi olmak gerektir ve canın gadasi ilm ve marifettir. Zikr ve tesbih ve taat ve ibadettir. Tekrime Tanrı'ya aşık olan kimse gerektir ki cigeri kanın içe cigeri kanın içe خون ciğer خودشو içe ve gözleri yaş döke. Dünyada bir kişi bir kendi gibi mahluka aşık olsa görersen ki ne zahmetler çeker ve ne belalar ve ne mihnetler görer ve neçe gogalara uğrar. Sudi ki yoluna, sevdiği yoluna cemi varın verer. Bir görmeye bin canın terk eder. Qadir olduğu nesne sağınmaz. Malın, rızkın vermeye minnetler eyler. Tek olsun. Bes kendi gibi adama aşık olan kimsenin böyle olacak, eşk mecazi böyle olacak, eşk hakikinin hali nece olsa gerektir. Hakkı Teala cemi alemi yoktan var eyledi ve bunca nimetler bağışladı. Adem'in anla ne münasebeti var, bes anın eşki dahi malumdur ki ne mertebede olmak gerektir. Hakkı Teala'nın halgıyla farkı ne kadar ise eşk ki بالا اینجا خط زده روی eşk. Eşkün dahi farkı öyle olmak gerek. Onun içindir ki anın aşıkları ve dostları ve اولیاları بقیه‌شو بمونه برای و پیغمبرler فلان در صفحه بعد بریم صفحه 102 ببخشید 102 نه 200. اینو گفتم یادم افتاد. من کلاس اول دوم و سوم و چهارم که بودم فکر می‌کردم این مثلا 29 10 29 11 29 12 اینجوری
میخوندم مثلا. حالا این که اومد یهو اون خاطره برام زنده شد که چه روزهایی بود این زبان فارسی بلای سر ما می آورد. زیاده. حالا اینجا صفحه 200 یه مقدار بخونیم ببینیم چی هست. اینجا خطش دوباره با یه مدادی یا با یه وسیله نوشته شده که خیلی به هم قاطی شده، یعنی خیلی مشخص نیست، مثلا میم و سین و دندانه و ر و اینا عین هم نوشته شده. زیاده چوگا یا شر. حالا این چیه؟ اول گیاسه باقی تعداد دقیق گالمشتور. چوگا یا شر. شلاق چی هستش این نمیدونم. اول گیاسه باقی تعداد دقیق گالمشتور. آنا göre yarağın gurtarken eyle olsa. خب اینجا رو نخونم. این صفحه، این قلم خیلی سخت خوندنش، نه اینکه سخته میشه خوند، ولی اون زیبایی اون صفحه قبلی رو که خوندم اینجا از بین میبره، چون که واقعا بعضی از کلمات رو خیلی در هم نوشته. خود گچه یاتوب گچه نمیشه. خود گچه یاتوب sabah'a çıkağın. Kimse bilmez ama hala sen kendini tut ki çok yaşadın. حالا اینجا به هر حال انگار مثلا یه چیزی بحری ها سونی ölümdür. به هر حال suni ölümdür. Ne için yarağın görmezsen? Ne için yarağın görmezsen? این yarağ احتمالا همین باشه. Eğer 3 günlük yola sefer gitmeye az ezam eylesen envai yarağlar görersen ve levazim görersen ve her türlü azigler tedarikine edersen. Ya ol sefer ki o gölgede de gideceksen. Mukadderdir elbette. O sefer ki onunla da gideceksin. Mukadderdir elbette. Gitmek gerektir. Halın nedir ki az bağa görmüşsen, azığa. Nedir ki azık görmezsen ve yaraq eylemezsen. Aklın gende gitti. Hey miskin, güzel, aç, uygu وقتی değildir birkaç günlük. خب دیگه بقیهش رو نخونیم، یه مقدار خوندم، میشه خوند، نه این که نمیشه خوند، ولی یه مقدار باید با حوصله و دقت بیشتری بخونم. حالا صفحه بعدش بهتر نوشته شده بود، اگه این صفحه رو میدیدم شاید اینجا رو بهتر میخوندم. Oldur ki bir ameli iller görsün diye işleyesin. Pes bu amelde senin muradın Tanrı değildir. Ol göresin. Dediğin kimsedir. Manide bu nesne Tanrı'ya ortak katmaktır. Bu nesne manide bu nesne Tanrı'ya ortak katmaktır. Şerik. نگاه کنید ارتاق خیلی کلمه زیبایی گذاشته. ارتاق قاتماکتر. Indi
Adem'in gönlü cam cihan nemadır. Amma bas acmaq gereklə anda sən haqqın cemalin görəsən. Ayinə basan doyacaq anda heç bir nesnenin görmez sureti, bəs insan haqqı Teala ani yerlərə və göklərə və tağlara ərz etdi. Görmədilər. İnsan ol əmanəti götürmüşdür. Birinə sözü və sözümüzə gələlim. Biz yenə sözümüzə gələlim. Rivayette gəlir ki, hər gün Resul Həzrət şad olub oturmuş idi. حالا هر gün اینجا دیگه احتمالاً یک روزی بوده، نمیدونم، من هر خوندم احتمالاً یه چیزی بود. و حضرت حسن و حسین küçücük oğlancıklar, küçük ha. Hazreti Hasan ve Hüseyin küçücük دو تا جیم پشت سر هم. حالت بچه کوچیکی که خیلی خوش چیزه، هم حالت تحقیری میتونیم بهش بدیم، همین که خیلی دلبرو چی میگن اینو، حالا sevinceli، دوست داشتنی. Oğlancıklar Resulullah'ın dizi otururlardı. Resul Hazret onlara şefakatten Hazreti Hüseyin ağzında öptü ve Hazreti Hüseyin boynunda öptü. هممون این کار رو با فرزندانمون میکنیم دیگه. حالا یه جوری شده در این غرب، تمدن غرب به شرق هم داره سرایت میکنه. در شرق ما انسان ها وقتی دو تا انسان به هم میرسن همدیگه رو میبوسن. مردها هم همدیگه رو میبوسن، زنها هم همدیگه رو میبوسن، بعضی خانم ها آقایون رو هم میبوسن، یعنی شوهر هست، خواهر هست، عمه هست، خاله هست، اینجور چیزا، اینا همدیگه رو میبوسن و همچنین بچه هاشون رو میبوسن، مثلا صورتشون و پیشانیشون و حتی بعضی ها لباشون رو میبوسن، چونه هاشون رو میبوسن، گردن هاشون رو میبوسن. این به معنی شهوت راندن نیست. متاسفانه هر کسی از زن خود شد یار من میشه. اینها نوع کامیونیکیشن اجتماعی انسان، جوامع با هم فرق میکنه. شما نمیتونید یه کاری که در یه جامعه مفهوم بدی داره بگی در جامعه دیگر هم که این کارو میکنم پس این مفهوم. من این اواخر در این چند سال اخیر میبینم که متاسفانه آقا چرا این لب این دخترشو میبوسیده؟ خب دخترش بوده، همه میبوسن، پاشم میبوسن. من خودم پاهای دخترم رو بوسیدم، انگشتای پاشو مکیدم، مثلا چه اشکالی داره؟ بچه خودم دوستش دارم. محبت تو میرسونی، باهاش بازی میکنی، بچه تو میبری حموم، میشوری، پاکش میکنی، تمیزش میکنی، میبوسیش، قلقلکش میدی، باهاش شوخی میکنی، میخندونیش. اینها به معنی به هر حال بگذاریم. حضرت حسین boynundan öptü. من هنوزم دخترم مثلا 35 سالشه میبوسم از این جاهاشون، هر وقت که میبینم دوستشون دارم، فداشونم میشم. حسین ağzında öptü ve Hazreti Hüseyin'i boynunda öptü. احتمالا یکی از اینها باید حسن باشه، یکی باید حسین باشه. حالا هر دوتا رو آورده، یکی رو از دهنش بوسیده و دیگری رو از گردنش. همان ساعت ben Hazreti Cebrail yetişti. همان ساعت، اینجا بن مثل بن نوشته شده ولی احتمالاً بگ باشه، بی Hazreti Cebrail yetişti. Hakkın selamına getirdi. Hakkın selamına getirdi. Elinde 3 şal var idi. Biri qara rengli ve biri sarı ve biri kızıl. Pes Cebrail etti. Hak sana selam etti ki Muhammed benim Habibimdir. Ben onu severim. Ol dahi beni sever. Reva midir ki bana karşı oğul öpe. Benim eşkim onu ister ki gönlünde benden gayri محبوبی و benden gayri sevdigi olmaya. Çünkü حالا من این حدیث ها رو چیز میدونم، جعلی میدونم. الله اینقدر باید چیز باشه،
این فارسی نداره. قزرغانا یا چی میگن این تو استانبول تو ترکیه هم یک حرف دیگری میزنن که مثلا اگر شما یکی رو ببوسید یکی خیلی ناراحت میشه چون شما رو خیلی دوست داره شما به غیر از اون کسی رو مثلا نبوسید. حالا اینو در ترکی قزرغانماخ میگم فکر میکنم، آذربایجان. خب بریم صفحه 250 ببینیم، آخرین صفحه است دیگه 250 و کتاب رو تمام بکنیم، یعنی صفحه آخر رو بخونیم اینجا ببینیم که چی هست. میتونیم البته این قلم هم سخته خوندنش یه مقدار ولی تلاش بکنیم. محشر yerine gele Resul Hazretine ide ki ya Muhammed beni ziyaret edip tavaf edende ben şefaat ede, ben etmeyenlere sen şefaat eyle diye. فصل فی المواطن. حالا اینجا در مورد وطنها صحبت میکنه که متاسفانه کتاب تموم میشه و ما نمیدونیم وطنها در این کتاب خیلی حرفای جالبی هست در مورد وطن و اینجور چیزا. فصل فی مواطن روابندر چی؟ روایت در چی؟ حالا اینجا مثلا یه نقطه هست هم در زیر هم در بالا، ولی روایت در چی؟ قیامتده بیری بیرده در بیری yedi yerde direng ola خلایق جمع اوللر اول birisi حالا اینا دیگه اسم گذاشتن beytlerin aldaklarında چی؟ aldaklarında نمیدونم یعنی چی aldaklarına. İkinci hesap kitap olunup arz olundukda. Aha. Beytlerin aldıklarında. Şeyden bitiklerin aldıklarında. Bitik kitap. Bir Türkçe bitik az bitmek میاد. از رویدن. احتمالاً بیتیک به خاطر این به کتاب کاغذ بیتیک گفتن که کاغذ رو از اولیه که پاپیروس اینها از گیاه ساخته میشد، چینی ها هم از گیاه میساختن و میدونیم که امروزه هم کاغذ از گیاهه ولی امروزه صنعتیش کردن دیگه، حالا خمیرش میکنن یه چیزای سفید و اینا میزنن سفید میشه. این بخاطر احتمال میدم که birisi bitikin aldıklarında اون زمانی کتابشون رو نامه عملشون رو میگیرن، یک منزل اونجاست وطن. ikincisi حساب کتاب olunup arz olundukta اون زمانی که به حساب کتاب میرسن در اون مقطع. üçüncüsü ترازوده اون زمانی که کارهای خوب و بد انسان رو با هم میسنجن. ترازوده ترازو. dördüncüsü sırat köprüsünde حالا میره پل صراط. beşincisi arafta araf dedikleri cennetle cehennem ortasında bir yerdir. Ne cennettir ne cennettir ne de nedir cennettir cennetten ne cennettendir ve ne خود cehennemdendir. Dernek perinin حالا نمیدونم درنک yerinin اینم یه درنک یریه دیگه، یه جایی که درنک درنگ هم از این ساخته شده باشه احتمالاً. درنگ از کلمه درنک و دورماق و از این ساخته شده باشه. درنگ از کلمه دورماق دور درنگ دایان فکر میکنم از اون ساخته شده باشه. درنگ صبر به معنی صبر کردن، همون دورماق از اون ساخته شده باشه. درنگ yerin. Altıncı zebh موت olduğunda این دیگه خیلی برام سخته بفهمم موت رو چجوری میخوان ذبح بکنن. ذبح موت olduğundadır yani موتی boğazladıkları vaktinde. یعنی چی؟ موت رو که مرده اینو دوباره میخوان خفش بکنن مثلا vaktinde dur. Hakkı Teala ölümü bir vuku suretinde bir حالا این چیه؟ bir gurh suretinde tasvir eder cennetle cehennem ortasında götürüp emr eyliye Yahya peygamber aleyhisselam ol guhi
او گوخی بغزلیه یا گوچی، گوچ احتمالا باشه، گوچ احتمالش خیلی زیاده که گوچ اینم گوچ باشه. و وقتی پس اینجوری میشه altıncısı zebh mevt olduğundadır ya olduğundadır. Yani mevti boğazladıkları vaktindedir. Hakkı Teala olduğunu bir göç suretinde tasvir eder. Cennetle cehennem ortasında götürüp emri ile Yahya peygamber aleyhisselam ol göçü boğazlaya. Ondan sonra nida oluna ki ey cennet ehli cennete ebedi, ihtimalen اینجا عربیه فالون قالون، احتمالا قالون باشه، دو نقطه نیست، یه نقطه گذاشته ولی باید ای اهل جنت ابدی اولونه که ای cennet ehli cennete ebedi kalın. Yemekte, içmekte, eğişide, nuşide baki olun. Ki ölümü bu gazlediler artık. Ölümü boğazladılar artık. Ölümü boğazlamak. Okey, اینجا یه چیز دیگه میگه. خود مرگ رو از بین میبرن، مرگ رو میکشن. خب حالا متوجه شدم قضیه. eşnuşte باقی olun ki ölümü boğazladılar artık. دیگه خود مرگ رو از بین بردن، کشتنش. ölüm yoktur diye ve cehennem ehline dahi nida oluna ki ey cehennem ehli siz dahi cehennemde ebedi kaldınız. Ölümü boğazladılar, مرگ رو kuştandand. Artık ölüm yoktur. Ölmek, yetmek, ölmek, bitmek olmaz. Bir karar kalırsınız. Berqarar kalırsınız. Belki acabsız dahi ziyade azabınız dahi ziyade olur diye. Yedinci dernek hemen terenge گفتم. Dernek biri ondur ki cennet ehli cennete yer tutup her biri megamını tuttuğu vakti. فصل فی الوطن. حالا این وطن از اینجا شروع میشه در مورد وطن ها. احتمالا در گذشته هم در مورد وطن صحبت کرده، متاسفانه ما نرسیدیم. اگر بخوایم در مورد وطن نظرشو بدونیم باید برگردیم اول کتاب، اون صفحه هایی که در مورد چیز بود ببینیم که آیا در اینجا یک چیزی در مورد تالیف الکتاب فصل عالمین ازل yaratmış فصل آدم علیه السلام و علیه السلام یا بنده النبی علیه السلام فصل سب الاذان فی سبب الاذان فصل القبله هستش احتمالا فی تحویل القبله فی معجزات النبی علیه السلام الغوا مکرم شرفها مکه مکرمه شرفها خواص القرآن وفات النبی علیه السلام عکاشه رضی الله سوال جواب ابوبکر رضی الله عنه وفات فاطمه حضرتی رضی الله عنه فصل فی اصحاب اهل النبی علیه السلام وفات ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفات عمر النقی رضی الله عنه وفات علی حالا اینجا چی هستش الندرین الزکی وفات علی کرم الله وجهه روایت حسن و حسین فصل فی احتمالا عزت المبشره عشرت المبشره بله فصل فی عشرت المبشره. خب دیگه خیلی زیاده، احتمالا در داخلش مسائل مربوط به وطن هم وجود داشته باشه که تعریفی از وطن و اینها رو بکنه، چون که بعداً وطن رو به جاها گذرگاه هایی که در اونجا یه مقدار توقف میکنید گفته. پس وطن جاییه که در اونجا برای یه مدتی متوطن میشید، ساکن میشید، اونجا تبدیل میشه به وطن، وطنهای موقتی احتمالاً بشه گفت. خب ما امروز 1 ساعت و 31 دقیقه و 20 ثانیه
وقت اینجا رو گرفتیم و با یک کتاب دیگر ترکی با چند خط متفاوت آشنا شدیم که به نظرم خواندنش هم سخت نبود. یعنی حتی اون صفحه‌ای که نخوندم رو باز تلاش کردم بخونم و میشه خوند. یه مقدار احتمالاً وقت ببره و یه مقدار علت دیگری که نتونستم شاید سخت بود این بود که میپریدیم. وقتی میپرید سلسله لغات و تصورات ذهنی شما کنده میشه. انگار با یه چیزی عادت میکنید، مثلا یه ماشین رو دارید تو جاده یواش یواش میبرید به سرعت 100، یهو به یه دره میرسید، از دره پرت میشید، نمیدونید اون ور راه کجاست. تا بیاد اونجا راه رو پیدا بکنید خودش یه مدت زمان طول میکشه و ما این رو در اینجا نداریم، ولی میشه با صرف وقت خیلی خوب و راحت یاد گرفتیم. توکل بر خدا، شکر بر خدا، الله تبارک و تعالی که این فرصت رو به من داد دوباره به یک کتاب ترکی چند صد ساله دستی تخصصی آشنا شدم و لغات زیبایی رو امروز یاد گرفتم. امیدوارم که این کتاب باعث بشه که من اعتماد به نفس ملی خودم رو دریابم و ببینید اعتماد نفس شخصی اصلا ارزشی نداره. مثلا در ایران خیلی اعتماد به نفس شخصی دارن، ولی این مللی که در ایران هستن هر روز داره عقب میره، هر روز داره ورشکسته تر، هر روز داره به پرتگاه بیشتر نزدیک میشه. این نشون میده که اعتماد به نفس ملی وجود نداره و وقتی هم که اعتماد به نفس ملی وجود نداشته باشه انسان ها اصلا فرار میکنن. همه حتی اعضای خانوادهشون رو غریبه فرض میکنن، در نتیجه تلاش میکنن از همدیگه جدا بشن، متفرق بشن. یک ملتی که روحیه ملی و اعتقاد ملی داره از هم جدا نمیشه، فرار نمیکنه، به همدیگه هر کجای دنیا باشن به همدیگه چنگ میزنن، به همدیگه از منافع هم حمایت میکنن. اینکه دنیا بگه شما غیر حق هستی دنیا براشون ارزش نداره. خود ما تصمیم میگیریم که من حق رو به هموطنم میدم، به همخونم میدم، به همزبانم میدم. اینجا این ملت یعنی این شما به اینکه قانون چی میگه و اینا توجه نمی‌کنید، میگید که نه این حق منه، قانون رو من مینویسم، آقا من الان حق رو اینجوری میخوام بنویسم. و فارسا این کارو کردن، ولی فارسا این کارو کردن خود فارسا هم امروزه از همدیگه فرار میکنن. من فکر می‌کردم فقط این در کانادا و آمریکا هستش، ولی این چیزایی که اخیراً در اینستاگرام اینا میبینم که نه، این در اروپا هم این همینه، این هر جا که برید همینه. تا زانو داخل کاغذ بودیم هممون. یعنی من یهو در اونجا فکر کردم که اینهایی که سالها در اروپا زندگی کردن، در آمریکا و کانادا زندگی کردن، حالا اومدن اینجا، دانشجو هم نیست اینجا فقط جمهوری خواهانه. همشون سنشون بالای من، بیش از من بود. اون زمان من اگر 37 سالم بود، اونها مثلا 40 ساله، 50 ساله، 70 ساله، 80 ساله بودن، 90 ساله بودن. همه تخصص دیده، چند سالها در خارج زندگی کرده. حالا اینها به توالت نیاز دارن، دولت هم اونجا کاغذ گذاشته، کاغذ توالت گذاشته برای اینکه خودتون رو تمیز بکنید. وقتی دارید ادرار میکنید یا دارید خودتون بالاخره بزرگ کوچیک انجام میدید باید خودتون تمیز بکنید. بعد کاغذ گذاشته برای اینکه دستتون میشورید با خشک بکنید، یا اینکه یه دستگاهی گذاشته بود که هوا میداد، هوای گرم میداد، اونجا باید خشک بکنید. ولی دیدم که این آدم‌ها هر کسی که رسیده این کاغذ رو حالا یا خودش رو یا آلتش رو تمیز کرده انداخته اونجا و اینها اینجوری تلمبار شده. همه داشتیم دای اونها راه میرفتیم. یعنی باور کنید من یادم تا زانو کاغذ بود، تا زانو. یعنی اگر پایین یکی یه کار خرابی کرده بود ریخته بود پایین، ما دیگه نمیدیدیم کفشمون اگر یه چیزی میشد نمیدیدیم. حس می‌کرد آدم ولی نبود. ولی خب میخوام بگم که به خودم گفتم با اینها نمیشه ایران تغییر بکنه. با اینها نمیشه تغییر بکنه. با این افراد، با این آدم‌ها، با این تفکر، با این حالا آدم‌هایی که کراوات زده باشیم، سوادمون داشته باشیم، 20 سال 30 سال در اروپا و آمریکا در بهترین کشورها زندگی کرده باشیم، رأی داده باشیم، اینا نمیدونم تو اداره‌های مختلف کار کرده باشیم، ولی وقتی 300 تا ایرانی از ملل مختلف از ایران جمع شده یه جایی، میرن توالت، کاغذها رو ریختن پایین.
آقا اینو که دیگه خیلی سخت نیست، دولت بهت گفت اینا رو داده، حالا اینا رو بذار تو سطل آشغال. نه، من عجل اینو من میندازم پایین، بیان درست خودشون جمع بکنن. یعنی ما این چیزهای کوچیک رو نمیفهمیم. من یه زمانی یه خاطره خوندم از مرحوم ملا چی بود، اینکه عمل اسلامی رو در لبنان پایه‌گذاری کرده بود زمان شاه، نه انقلاب اسلامی. یه ملا بود، یادم نیست اسمش. عمل رو الف میم لام، عمل رو چیز گذاشته بود، آرزو، اراده، به این معنی گذاشته بود. میگفت که هر کسی که میرفت اونجا میگفت آقا من میخوام مثلا با اسرائیل بجنگم و اینها، میگفتش که به من اسلحه بدید، اسلحه نمیداد، جارو میداد دستش، میگفت برید خیابون ها رو جارو بکنید. من خیلی اولش خیلی تعجب کردم، بعد شنیدم که علتش این بوده که آدم ها اول باید برن دید شد، برای اینکه اینجا انسان ها خیلی از هم متنفرن، هیچ هویت ملی، هیچ هویت دینی، اخلاقی، هیچ چیزی اعتقاد ندارن، به غیر از عرب ها، بلوچ ها، کرد ها و ترک ها و ترکمن ها و قشقایی ها. من فکر می‌کنم بقیه اینها هم حالا خیلی هم آگاه نشدن. یه هویت هایی داره شکل میگیره در میان ترک ها، عرب ها، قشقایی ها، گیلک ها، مازنی ها رو نمیدونم، گیلک ها رو هم نمیدونم، ولی در میان عرب ها، بلوچ ها، ترک های آذربایجان، ترک های قشقایی، ترک های ترکمن و دیگر ترک ها داره یه هویت های جدیدی که بتونه احساسات ملی ایجاد بکنه داره رشد پیدا میکنه. در نتیجه ما ترک ها وقتی به هم میرسیم میتونیم از هم فرار نمی کنیم تقریبا، حتی اگه بدونیم که این مأموره احتمالا خیلی کم ازش فرار بکنیم، ولی مثلا از فارسا ما فرار میکنیم تقریبا. دیگه کمتر ترکی هستش که سنش در حدود سن من باشه، نه خیلی بالاتر، بیشتر. اگر خیلی بیشتر از من باشه، 70-80 سالش باشه، احتمالا نتونه این رابطه ها رو، به خاطر اینکه این مغزش هنوز خیلی خیلی درگیر زبان فارسی و فارس ها و ایران و این هاست، به احتمال بسیار زیاد از ایرانیت و ایرانی بازی و فارسی بازی و اینها و فارس ها جدا شده. نمیگم همه، ولی خیلی ها، و این داره یک هویت های جدیدی میده. ولی به هر حال چه بخواهیم چه نخواهیم در آینده در ایران همه علیه هم خواهند جنگید. حالا این آینده 10 روز دیگه میاد، 1 ماه دیگه میاد، 3 ماه دیگه میاد، نمیدونم، ولی میاد. به خصوص که دیگه این ایران، قضیه ایران از اون اتمی قضیه کنده شد، رفت شورای امنیت ملی که حمله نظامی رو دستور کار قرار داد بدن. خب در اون سلاح ها به دست مردم میفته. امیدوارم که ترک ها بتونن به یه آگاهی برسن و بتونن در اون موقعیت زمانی و مکانی حس ملی شکل بگیره و بتونن از خودشون در مقابل دیگران دفاع بکنن، بتونن از سرزمینشون، از وطنشون، از ملتشون، از منافعشون، از منافع ملیشون، از کارخانه هاشون، از پل هاشون، از راه هاشون، از نیروگاه هاشون، از مخازنشون، از همه چیزشون دفاع بکنن و نذارن اینها نابود بشه.